سلام دوستان، من امیر ارسلان هستم و میخواهم یه مورد مهم بهتون بگم. اگه دارید فکر میکنید موبایل بخرید، یه لحظه صبر کنید. اپل داره یه بم میذاره تو بازار. یه آیفون که قیمتش باورتون نمیشه، ولی امکاناتش رو بدونین دهنتون باز میمونه. تو این ویدیو میخوام همه چیز رو درباره آیفون 17 ای که به زودی عرضه میشه بهتون بگم. پس با من همراه باشید. خب امروز میخوایم بریم سراغ یه گوشی خیلی عجیب و پر از تناقض، آیفون 17. ببینید این فقط یه مدل جدید نیست، نه، این یه جورای قمار بزرگ اپله. حالا بیایید با هم ببینیم اپل دقیقاً روی چی شرط بندی کرده. اولین چیزی که چشمتون رو میگیره قیافشه، یعنی یه طراحی پرمیوم، حاشیه‌های خیلی باریک، کیفیت ساخت عالی، جوری که نگاه اول که بهش میندازین خیلی راحت با اون مدل‌های پرچمدار و گرون اپل اشتباه میگیرینش. ولی وقتی برچسب قیمتش رو میبینید داستان کلاً عوض میشه. فقط $599. آره درست شنیدید، یه گوشی با قیافه پرچمدار ولی قیمت یه میان رده. خب همینجاست که همه چیز جالب میشه. خب پس سوال اصلی اینه که قضیه چیه؟ اپل چطوری تونسته این گوشی رو با این قیمت بده؟ چی رو فدا کرده که به اینجا برسه؟ بیایید با هم این معما رو باز کنیم. ببینید برای اینکه بفهمیم مثلا چرا آیفون 17 ساخته شده، باید برگردیم به یه اشتباهی که اپل قبلا کرده بود. این گوشی در واقع نتیجه یه درسی که اپل از بازار گرفت و فهمید اون مشتری که بودجش محدودتره دقیقاً دنبال چی میگرده. استراتژی اپل اینجا 180 درجه چرخیده. اونا فهمیدن که مردم دیگه یه گوشی ارزونتر که فقط صفحه‌اش بزرگتر باشه نمیخوان، مثل اون مدلای پلاس که خب خیلی هم موفق نبودن. نه، به جاش مردم دنبال یه گوشی پریمیوم ولی ارزونترن. یه جورایی مثل یه بلیت ورودی خیلی جذاب به کل دنیای اپل. و دقیقاً همینجاست که هدف اصلی اپل رو میشه دید. آیفون 17 آی در واقع سلاح مخفی اپل برای گرفتن بازار گوشی‌های میان رده است. هدف نهایی چیه؟ اینکه میلیون‌ها کاربر اندرویدی رو وسوسه کنن که بیان سمت اکوسیستم اپل. میدونم ادعای خیلی بزرگیه، ولی جالبه که تحلیلگرای بازار هم دقیقاً همینو میگن. یه گزارش خیلی معتبر پیش بینی کرده که این گوشی قرار اندروید رو در فروش نابود کنه. یعنی ببینید انتظارات چقدر بالاست. خب حالا بیایید دقیق تر بشیم و ببینیم اپل چه امکانات خفنی رو توی این گوشی میان رده گذاشته که این حس پرمیوم و گرون بودن رو به آدم میده. بزرگترین تغییری که تو ظاهرش میبینید اینه که دیگه از اون ناچ قدیمی خبری نیست و جاش رو داینامیک آیلند مدرن و باحال گرفته. یعنی همین یه تغییر کوچیک کاری میکنه که گوشی انگار چند سال جدیدتر شده. ولی این فقط برای قشنگی نیستا. داینامیک آیلند واقعا یه قابلیت کاربردیه که کلاً روش کار کردن شما با گوشی رو عوض میکنه. مثلا میتونه نتایج زنده ورزشی رو نشون بده یا کنترل موسیقی رو خیلی راحت‌تر کنه. و حالا میرسیم به قلب تپنده این گوشی. آیفون 17 از چیپ فوق‌العاده قدرتمند A19 استفاده میکنه. میدونید یعنی چی؟ یعنی دقیقاً همون پردازنده‌ای که توی گرونترین مدل‌های آیفون 17 هم هست. پس از نظر قدرت و سرعت با یه پرچمدار واقعی طرفیم. خب این چیپ قوی 3 تا مزیت خیلی بزرگ با خودش میاره. یکی این که سرعتش تو اجرای برنامه‌ها و بازی‌ها دیوانه کننده است. دوم این که از تمام قابلیت‌های هوش مصنوعی پیشرفته اپل یا همون اپل اینتلیجنس کامل پشتیبانی میکنه و سوم که این یکی برای خریدارها واقعا مهمه، اینه که تضمین میکنه تا حداقل 5-6 سال آپدیت‌های نرم افزاری رو میگیره. این یعنی گوشی شما تا سالها به روز میمونه ورزشش رو حفظ میکنه. تو قسمت دوربین هم اپل یه حرکت خیلی هوشمندانه زده. به جای اینکه کلی لنز اضافی بذاره که شاید خیلی‌ها استفاده نکنن، اومده روی چیزی تمرکز کرده که برای اکثر ماها مهمتره: دوربین سلفی. دوربین اصلی همون 48 مگاپیکسلی قدرتمنده، ولی دوربین جلو یه جهش بزرگ داشته و شده 18 مگاپیکسل، اونم با قابلیت سنتر استیج. این همون قابلیتیه که تو تماس‌های ویدئویی همیشه شما رو وسط کادر نگه می‌داره. خب تا اینجای کار همه چی عالی به نظر میاد، درسته؟ ولی برگردیم به همون سوال اول. قضیه چیه؟ بالاخره این قیمت پایین یه دلیلی داره. الان وقتشه که ببینیم اپل دقیقاً کجاها کوتاه اومده و چه مصالحه‌ای کرده. و بله، میرسیم به بزرگترین و شاید تنها نقطه ضعف بزرگ این گوشی، صف نمایشش.
نرخ تازه‌سازی یا همون رفرش ریت این نمایشگر فقط 60 هرتزه. این توی شرایطیه که الان خیلی از رقبای اندرویدی حتی تو مدل‌های خیلی ارزونتر دیگه صفحه نمایش 120 هرتزی رو به یه استاندارد تبدیل کردن. و خب باید قبول کنیم که این یه ضعف بزرگه. این تفاوت تو روون بودن اسکرول کردن به قول یکی از تحلیلگرا مثل یه یادآوری دردناک میمونه. یه جورایی دائم بهت یادآوری میکنه که تو مدل اقتصادی رو خریدی و یه خط قرمز واضح بین این گوشی و مدل‌های پرو وجود داره. این دقیقاً همون قمار بزرگ اپله. یه قمار روانشناسانه. اونا دارن شرط می‌بندن که برای یک کاربر عادی چیزای ملموس‌تری مثل طراحی خوشگل و قدرت پردازشی بالا به روون بودن اسکرول کردن صفحه میچربه. یعنی اپل فکر میکنه اکثر خریدارها حاضرن این یه مورد رو نادیده بگیرن تا بتونن وارد دنیای اپل بشن. خب پس بیایید یه جمع‌بندی کنیم. همه تیکه‌های این پازل رو بذاریم کنار هم و ببینیم پیشنهاد نهایی اپل با این آیفون 17 دقیقاً چیه. خیلی خوب، بیایید یه جمع‌بندی سریع بکنیم. یه طرف ترازو چی داریم؟ پردازنده پرچمدار A19، داینامیک آیلند، دوربین‌های عالی، حافظه پایه 128 گیگ و یه قیمت باور نکردنی $599. اون طرف ترازو چی؟ تقریبا فقط یه چیز، صفحه نمایش 60 هرتزی. و این یعنی ارزش نهایی این گوشی خیلی ساده است. شما با پرداخت چیزی حدود 60% قیمت یه پرچمدار دارید صاحب گوشی میشید که 90% حس و حال و ظاهر یه پرچمدار رو بهتون میده. راستش رو بخواید این یه معامله خیلی هوشمندانه به نظر میاد. در نهایت آیفون 17 یه ترکیب خیلی جالبه. ترکیبی از بهترین ویژگی‌ها در کنار یه مصالحه بزرگ ولی کاملا حساب شده. یه دستگاه خوشگل و قدرتمند که مشخصه برای یه بخش خیلی خیلی بزرگ از بازار ساخته شده. و آخرش همون سوال بزرگ باقی میمونه. آیا این استراتژی جدید اپل واقعاً جواب میده؟ آیا آیفون 17 میتونه همون گوشی باشه که بالاخره میلیون‌ها کاربر اندروید رو قانع میکنه که کوچ کنن و کل معادلات بازار رو برای همیشه عوض کنه؟ خب جواب این سوال رو فقط آینده به ما میده. خب دوستان، اینم از آیفون 17 ای، یه گوشی که اپل با اون میخواد بازی رو عوض کنه. یه نکته کوچیک هم اضافه کنم و اون اینکه پروسسور اصلی آیفون 17 ای یعنی A19 تنها با پروسسورهای سری پرو و پرو مکس یکم فرق داره و با پروسسور آیفون 17 پایه مشابه است. حالا سوال اینجاست، شما چی فکر میکنید؟ آیا حاضرید برای ورود به اکوسیستم اپل صفحه 60 هرتز رو تحمل کنید یا فکر میکنید این یه معامله بد برای اپل؟ نظرتون رو حتما تو کامنت ها بنویسید. دوست دارم بدونم شما کدوم گوشی رو ترجیح میدید. اگه این ویدیو براتون مفید بود یادتون نره لایک کنید و اگه هنوز سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی من جا نمونید. اگه برای موضوع ویدیو بعدی من پیشنهادی دارین حتما توی کامنت ها بنویسید. مرسی که تا آخر همراه بودید و به امید دیدار.